دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و امروز میخوام بهتون ماهی شکمپر اونم به روش شمالی رو یاد بدم. توی این روش مواد داخل شکم ماهی فوق‌العاده خوشمزه است. خود ماهی هم خوب مزه دار شده، درست پخته و پیشنهاد میکنم حتما یادش بگیرید و درستش کنید، لذتش رو ببرید. برای دیدن کلی آموزش خوشمزه دیگه هم میتونید پیجم رو سابسکرایب کنین و همه آموزش ها رو ببینید و با من همراه باشید. بریم واسه درست کردن این غذای خوشمزه گیلانی. شمالیا غذای خوشمزه را ماهی سفید هم را چکنید، ولی ما توی تهران از ماهی قزلالا استفاده میکنیم و اول با زردچوبه، نمک، فلفل سیاه، گلپر و آب لیموی ترش تازه مزه‌دارش میکنیم و همه جای ماهی رو به این مواد آغشته میکنیم. بعد بین 1 الی 3 ساعت توی یه ظرف دربسته و داخل یخچال بهش استراحت میدیم تا حسابی مزه‌دار بشه. حالا به سبک شمالیای قدیمی گردوها رو میریزیم توی نمکیا رو با مشت سنگ شروع میکنیم به ساویدنشون. البته که با دستگاه‌های بروزتر هم میتونین گردوها رو بسابین و خورد کنین، ولی در حد این کار رو انجام بدین که گردوها یه مقدار زیر دندون بیان. حالا سبزی‌ها رو هم خورد میکنیم که شامل گشنیز و جعفری و شنبلیل است. بعد اگه دسترسی به سبزی‌های شمالی دارین، یکم خالواش و چوچاق خوش عطر رو هم اضافه کنین و یه پیاز رنده شده، 3 حبه سیر رنده شده و اصل داستانم رب انار ترشه که میریزیم توش و بعد از اضافه کردن نمک و فلفل سیاه مواد میانی ماهی شکمپر رو هم میزنیم تا یک دست بشن و به خورد هم برن. همونطور که تا حالا چند بار بهتون گفتم، جا ادویه‌ای و تخت سروا و محصولات چوبی که میبینید از گردو گالری تهیه شده که آدرس فروشگاهشون رو هم همین زیر براتون نوشتم. حالا مواد میانیمون رو توی تابه و با شعله کم فقط یه ذره حرارت میدیم در حدی که داغ بشن. بعد شکم ماهی رو که چند ساعت مزه دارش کردیم با این مواد خوشمزه و لذیذ پر میکنیم و کامل میدوزیمش تا حین پخت مواد از شکم ماهی بیرون نریزن. اگه خیاطیتون خوب نیست میتونین از خلال دندونم برای بستن شکم ماهی استفاده کنین. حالا کف سینی فر روغن بریزین، روش پیاز و سیر خلالی شده بچینین و ماهی جذابتون رو بذارین روش و حدوداً 1 ساعت با دمای 180 درجه سانتیگراد بپزینش. فقط حین پخت 1-2 بارم روش کره آب شده بمالین تا سطحش حسابی سرخ و خوشمزه بشه و بعد از 1 ساعت ببینید چه ماهی شکمپری شد. به به به. آموزش این سیب زمینی تنوری و 3 مدل سس جذاب رو هم میتونید توی پیج دوست خوبم آرش خسروی ببینید. اینم از گوشت ماهی که قشنگ مغز پخت شده و نگم براتون از طعم لذیذ این مواد داخل شکم ماهی. حتما امتحانش کنید و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانت.